اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ماه ذی‌حجه آخرین ماه سال قمری است و همچنان ماه ذی‌حجه یکی از ماه‌های حرام است که ماه‌های حرام 4 تا اند: ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. این ماه عبادت و دعا است. همچنان در این ماه حجاج بیت الله الحرام برای زیارت خانه خدا به مکه مکرمه مشرف میشن. دهه اول ذی‌حجه بسیار ایام و شبهای بابرکتی است، بسیار فضیلت دارد. در قرآن سوره مبارکه فجر خدا قسم یاد کرده: والفجر و لیال عشر، قسم به صبح و قسم به شبهای دهگانه، که معروف بین مفسرین این است که این شبهای دهگانه امین 10 شب اول ماه ذی‌حجه است. همچنان در ماه ذی‌حجه 2 تا عید بسیار بزرگ پیش رو خواهیم داشت: عید سعید قربان و همچنان عید ولایت و امامت، عید سعید غدیر. و همچنان در 9 ذی‌حجه روز عرفه است که خاطره دعای معروف امام حسین علیه السلام در امین روز اتفاق افتاده. دهه اول ذی‌حجه حجاج برای زیارت بیت الله الحرام مشرف میشن و ثواب بسیار بزرگی را کسب میکنن. حالا ما که توفیق زیارت نداریم، آیا ما هم میتوانیم در ثواب این حاجی‌ها شریک باشیم؟ آیا عملی است، دعایی است، نمازی است که ما بخوانیم و انجام بدیم و در ثواب حجاج بیت الله الحرام شریک بشیم؟ امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: پدرم امام باقر فرمود: پسرم، در دهه اول ماه ذی‌حجه ما بین نماز مغرب و عشا، یعنی بعد از این که نماز مغرب را خواندیم 2 رکعت نماز بخوان تا ثواب حاجی‌ها به تو هم برسد. طریقه خواندن این 2 رکعت نماز ذی‌حجه این طوری است که اگر امروز مشخص شود و امشب مهتاب دیده بشه و فردا اول ذی‌حجه باشد، از امشب شروع میشه و تا شب عید قربان هم ادامه داره این نماز، یعنی 10 شب. این طوری میخوانیم: بعد از این که نماز مغرب را خواندیم 2 رکعت نماز میخوانیم، در هر رکعت 1 حمد و 1 قل هو الله و آیه 142 سوره مبارکه اعراف را میخوانیم که معروف به آیه و واعدنا است: و واعدنا موسی 30 لیله و اتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیله. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. بعد به رکوع میریم و 2 تا سجده انجام میدیم و دوباره بلند میشیم، باز 1 حمد، 1 قل هو الله و باز امین آیه و واعدنا را میخوانیم، دعای دست، بعد رکوع، 2 تا سجده، تشهد و سلام نماز. عزیزان دقت بفرمایید که این 2 رکعت نماز 5 دقیقه بیشتر وقت نمیبره، یعنی 10 شب 50 دقیقه، یعنی 50 دقیقه اگر وقت بگذاریم در ثواب حاجی‌ها شریک خواهیم شد. انشالله امیدواریم که همدیگر را از دعای خیر فراموش نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.